سلام و وقت بخیر. یک هیئت پارلمان پاکستان به کابل می آید. محمد صادق نماینده خاص پاکستان امیدواری نشان داده که این سفر 3 روزه مقامات کشور سبب تقویت روابط میان اسلام آباد و کابل شود. قرار است در ماه آینده کار ساخت 44 بند آب و برق در کشور افتتاح شود. مقامات گفتند 600 میلیون دلار هزینه ساخت این بندها خواهد شد که 1200 میلیون متر مکعب آب ذخیره و 97 مگاوات برق تولید خواهد شد. در سال جاری سطح تولید ابریشم به 1 تن رسید. وزارت زراعت و آبیاری و مالداری میگوید تولید ابریشم در ننگرهار، هرات و بلخ افزایش یافته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور وضعیت اشرافخانه 200 بستر پلیس ملی را ارزیابی کرد. ارگ میگوید وی به مسئولین دستور داد که در تداوی بیماران از تمامی امکانات کار بگیرند. و کار پروژه برق 340 کیلووات در ورودپلی دره نور ننگرهار تکمیل شد. مقامات گفتند در این پروژه 728 تخته سولاری، 432 بطری، 515 پایه برق در ترانسفر و وسایل دیگر شامل است. هزینه ساخت این پروژه 4.4 میلیون دلار می شود.